دادستانی کل تاجیکستان دستور داده است که تحقیق مرگ عمر باباجانوف، یک ساکن شهر وحدت، از سر گرفته شود. این پرونده ماه دکبر سال گذشته با دلیل یافت نشدن گناهکار قضیه از طرف دادستانی شهر وحدت بسته شده بود. عمر باباجانوف دانشجو یکی از دانشگاه‌های سنت پترزبورگ روسیه که به ادعای نزدیکانش گویا از طرف مأموران پلیس برای ریش داشتن ناتوب شده است، ماه سپتامبر سال 2015 بعد از یک هفته بیهوشی در بیمارستان درگذشت. درباره دستور دادستانی کل تاجیکستان برای تحقیق دیگر باره مرگ عمر باباجانوف روز 6 دکبر در دادگاه ناحیه سینای پایتخت خبر دادند. این شب و روز در این دادگاه بررسی دعوای محمد سعید باباجانوف پدر عمر باباجانوف علیه دادستانی کل جریان دارد. محمد سعید باباجانوف برای تفتیش غیر ثمره بخش یا به حاصل مرگ پسر 23 سالش از دادستانی کل تاجیکستان 350,000 سومانی جبران ضرر معنوی خواسته است. گلچهره خانمات و وکیل دفاع خانواده عمر باباجانوف روز 6 دکبر بر رادیوی آزادی گفت از نشانداد نماینده دادستانی کل معین شد که پرونده به تفتیش علاوگی برمیگردد. در نظر است که نماینده دادستانی کل در مرافعه روز 8 دکبر نسخه قرار را به دادگاه پیشنهاد کند. به قول خانمات و در این حالت تحقیق مرگ عمر باباجانوف بار سوم آغاز می‌گردد. اما بیکار شد، گفتن که اما پروتکل و قراری که اویدی بازداشت تفتیش شد با بیکار شده، با از نه تفتیشات علاوگی بگشت. در پی مرگ عمر باباجانوف در 2 سال قبل دادستانی کل تاجیکستان پرونده باز کرده تحقیق قضیه را رمضان رحیمزاده وزیر امور داخلی تاجیکستان تحت نظارت گرفته بود. عمر باباجانوف ساکن شهر وحدت آخرین ماه آگوست سال 2015 از جانب مقامات انتظامی بازداشت شده بعد یک هفته در بیمارستان درگذشت.